بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلسلة هاي درس حديث الرمضاني. امروز حديث أنس رو میگیریم. این حدیث درباره فضیلت سحرخوری است. عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. انس روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: سحر خوری بکنید زیرا در آن برکت است. یعنی سحر خوری پیش از صبح دمیدن در ماه رمضان. انس رضی الله عنه خادم پیامبر صلی الله یعنی خدمتگار پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که به مدینه آمدند، انس 10 ساله بودند. مادر انس ام سلیم انس رو به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آورده خواهش نمودند تا انس در خدمت پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد. انس رضی الله عنه 10 سال به پیامبر صلی الله علیه و سلم خدمتگار بودند و از پیامبر صلی الله علیه و سلم علم زیادی را گرفتند. روزی از روزها مادر انس رضی الله عنه پیامبر صلی الله علیه و سلم خواهش نمودند که در حق او دعا کنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حق انس دعا کردند. دعاشون این است که خدایا مال و فرزند زیادی برایش نصیب کردند، در آنچه به او داده برکت بده. حقیقتا این دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم اجابت شد و انس رضی الله عنه سالشون از 100 گذشت. و اینچنین خود انس رضی الله عنه میگن که فرزندهای من، نبیره‌های من زیاده از 90 تا بود. این بود دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم در حق انس رضی الله عنه. اما شرح حدیث باشد، پیامبر صلی الله علیه و سلم امر کرد که سحری کنید. این سحری کردن سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. اینچنین در دیگر حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرق بین ما و اهل کتاب این سحری است، یعنی سحری کردن. سحری کردن این خوردن پیش از صبح صادق. اینچنین سحری خوردن این برکت بود است که زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم که برکت می‌دهد کسی که سحری میکنه. انسان باید سحری بکند و این سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی کند، زیرا پیروی از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم ثواب و برکت دارد. از جمله سنت های پیش از صبح خوردن خوراک، زیرا انسان با تناول در سحری نیروی نو برای عبادت گرفته از تأثیر گرسنگی برای عصبی شدن ایمن میماند. همچنین روزه‌دار در وقت سحرخوری نمودن با ذکر یاد خدا مشغول شده برکت زیاد را به دست می‌آورد. برای هر یکی ما نگوییم که من سیرم نمیخورم، نگوییم که من از خواب میمونم نمیخیزم. باید به این سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم عمل نماییم. این بود امروز حدیث و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.